اینترنت فضای باز و امکانیت‌های فراخ را برای ما مهیا کرده است. آیا در این فضای مجازی هم حقوق‌های ذهنی حفظ می‌شود؟ درود دوستان عزیز، در برنامه امروزه دور راجع به حقوق مؤلفی حرف خواهیم زد و در این برنامه کارشناسان اشتراک میکنند و فکر و اندیشه‌های خود را راجع به این موضوع خواهند گفت. سر اول بیاید نظرپرسی ما را میشنویم و بعدتر صحبت را ادامه خواهیم داد. مرحبت. ممکن نیست مقصد از نام یک کس دیگر حرف زدن یا که مقصد یک مال یک کسی دیگر رو صاحب شدن یا که عکس‌های یک کس دیگر رو استفاده بردن ممکن است جوابگریش سخت نباشد. حقوق مؤلف ما باید در حقوق مؤلف دیگران دخالت نکنیم، چنانچه در پشت کتاب‌ها نویسندگی میباشد که تنها مؤلف حقی چاپ کردن را دارد. برای این خاطر ما باید در کارهایشان دخالت نکنیم و ما میتوانیم معلومات ها را از طریق آنلاین از سامانه‌های گوگل پیدا نموده و به معلومات خود دسترسی پیدا کنیم و یا که ما میتوانیم از کتاب‌ها را از کتابخانه‌ها دسترس نماییم. حقوق مؤلف این یک حقوق مالکیت شخصی همون مؤلف است که بغیر ایوای بغیر از شخصیت دیگر هیچ کس حق و حقوق از خود کردن همون یگون ایجادیات همون شخصیت است و یگون اختراع همون شخصیت است هیچ کس از خود کردن ندارد و اگر از طرف یگون شخص همین کردار اجرا کرده شود مال یک شخصیت را از خود کرده شود این به جوابگری جنایتی کشیده می شود. ما در همه سامانه‌های اینترنتی نمیتوانیم که از چی موادی یگون کسی دیگر استفاده بریم یا که به نام خودمان کرده این نام خودمان برده نمیتوانیم یا اینکه نوار یا یگون ویدیو یا یگون چیز دیگر نوشتجات آنها را نمیتوانیم که به نام خودمان گیریم این نام خودمان براره. باید همه وقت کوشش کرد که هر یک کس خودش مهنت کرده مهنت فکری کرده نویسد بعد به قدر همون کارش میرسد. ما نظرپرسی را شنیدیم. ما راجع به این موضوع از مردم سوال کردیم و سوال به کارشناسان حقوق مؤلفی چیست و چیها به آن شامل می شود؟ یک اینستی صاحب مالکیت ذهنی می باشد. مالکیت ذهنی یک گویم اگر یک قسم معینی حقوق گرجدنی به حساب می رود، یعنی که حقوق مؤلفی این نتیجه فعالیت ذهنی همون مؤلفی که در روی گویم اگر در روی کاغذ یعنی که ابجکتش میتونه دهانی شود، خطی شود، تصویری، بیانی، یعنی که در نمودی گویم اگر موسیقی، نوته ها، حجمی، یعنی که در نمودی امثله ها همزمان با اثرهای زیادی دارن که طبق قانونگذاری میتونیم با 14 نمودی اثرها تقسیم کنیم. قانونگذاری علاقه معین کرده است، ترتیبی گویم اگر معین کردن مؤلف دارد همون اثرها یا کی ندارد یعنی که باید سه کریتری اساسی رو رعایت کند از جانب خودی مؤلفی که همون یگان چی ایجاد اثر علمی ادبی سند ایجاد کرده است. یعنی باید یکم این باید یا نامی مؤلف درج کرده شود یا اینکه تخلص لقب مؤلف. دوم سال نشر حتما باید در دوران دایره همون کپی رایت یعنی که در دوران دایره شکل همون کلمه حرف اس رو در همون وی اثری که ایجاد کرده شکلی گفتیم کتاب یعنی که دیگر مجله ها باید در ورق اول باید همون باشد. تشکر. و باید مؤلفان چگونه خود را به قید بگیرند؟ وقتی که آنها به قید میگیرند تا چه اندازه مثلا حقوق آنها از جانب مثلا مقامات‌های دخلدار حفظ می‌شود؟ قید نمودن ضروری است که در وزارت فرهنگ یک سند زیرخوانی عمل می‌کند که یعنی که ترتیب اون از جانب وزیر فرهنگ تصدیق شده است و در اساس او یعنی که شخص میتواند با عریضه به وزارت فرهنگ مراجعت نماید. در آنجا ما عریضه وی رو بررسی می‌کنیم یعنی که طبق ترتیب مذکور 30 روز ما باید بررسی کنیم و بعد از دیدن حجت‌های اون یعنی که ما یک شورای مستقیم یک شورای عمل میکند که به واسطه یعنی که موادهای مذکور وقتی که میآموزند و مثال به مؤلف یعنی که ما بعد از بررسی کردن حجت‌های اون شهادتنامه میتیم که و یعنی که همچون شهادت اون است که مؤلف این اثر یا این چیز سنجیده میشود. نفری که
میآید اثر خود را به شما پیشنهاد میکند برای آن که مثلا اثر مال کسی دیگر نباشد سنجیده میشه. از معیار سنجش هست و چگونه سنجیده میشه؟ از ما اگر مثال شهادتنامه آخرانی که ما مثال یعنی که با مؤلف پیشنهاد کرده بودیم، یعنی که بعد از یعنی که یک برنامه پروگرام کامپیوتری تهیه کرده بودم و ما یک شروع داریم شغلی که قید کردیم. هنگام بررسی بعد از شروع با ما پیشنهاد کردن ما با او شهادتنامه مؤلفی پیشنهاد میکنیم. روند یا جریان حفظ و حمایه حقوقی مؤلفان خصوصیت‌های خود را دارد، یعنی که از لحظه ایجاد بیان کردن به شکل ابجکتیوانه، مثلا در برنده مادی یا دیگر شکل برنده کاغذی دیگری که باشد و هنگام پهن شدن، یعنی که الکی از لحظه ایجاد به قیدگیری و طور اتوماتیک، یعنی که جریان حفظش تامین میشود. هنگام حقوقش که پایمال شد مقامات داخلدار حقوقش رو حمایت میکنند، تحقیق میکنند. بله، وابسته به دیگر ابجکت های ملکیت ذهنی قید کردنی هستند. درست شما آوردید اینجا وابسته به مسئله اختراع. اصلا وقتی که شخص مؤلف شخصی واقعی اختراع می آفرد، اگر خواهش داشته باشد اختیاری است، اگر خواهش داشته باشد که من بعد از حقوق‌های اموالی و غیر اموالیش ثمره‌ناک استفاده ببرد، می تواند که مثلا در جمهوری تاجیکستان طبق مقررات البته ماده 40 سرقانون جمهوری تاجیکستان، ماده 1125 و دیگر ماده های داخلداری کودکس مدنی جمهوری تاجیکستان و دیگر سند صحاوی که در همین زمینه تهیه گردیده است، قانون جمهوری تاجیکستان درباره اختراع، میتواند که به مقامات داخلداری موظف مراجعت کند و پس از گذاشتن اکسپرتیز دولتی به همین اختراع خود حجت محافظتی، یعنی که پتنت رو به دست بیارد که پتنت این حجت تصدیق کننده مؤلفی از اون جمله تصدیق کننده حقوق اموالی و غیر اموالی به همون ابجکت اختراع می باشد. اگر حالت اختراع باشد، اگر طبق مقررات معین کرده قانونگذاری به قید نگرفت، معلومات درباره اختراعش را، یعنی که سری اختراعش را کشاد برای جامعه دسترس نمود، مهلت معین، یعنی که 6 ماه مقرر شده است مثلا در جمهوری تاجیکستان، اگر برای اختراع خود پتنت نگرفت، من بعد حقوق اموالی خودش را حمایت کرده نمیتواند. حقوق غیر اموالیش، یعنی که حقوق بنام به مؤلفیش ابدا میماند. ما در آغاز وابسته به حقوق مؤلفان در اینترنت گفتیم، چون امروز یک ابزاری است که همگی از آن استفاده میبرند و در همین فضای مجازی حقوق مؤلفان زیاد رعایت نمیشد، خاصتا در تاجیکستان. مثلا بیشتر نفران هنگامی نوار یا متن یک کسی دیگر را استفاده بردن، نام مؤلف را در آن قید نمیکنند. وابسته به این چی نظر دارید؟ البته این مشکلی نه تنها ما است، مشکلی بسیار گوییم که کلی دولت های دنیا هست، یعنی که پیگیری کردن محصولات قلبکی، پیگیری کردن حقوق ویران کنندگان در سامانه های اینترنتی. در این حالت البته چاره های عمومی، یعنی که اول این پیگیری کردن که از حقوق ویران کننده کی است، در کدام حدود قرار دارد، در کدام منطقه، طریق کدام سامانه، یا که به اصطلاح اگر زبان برنامه‌سازی گیم پروایدرش در کجا است، آی پی ادرسش از کجا معین کرده ممکن. البته می شود هست تجربه مثلا که ما آگاهی داریم که پیگیری کردگی هستند، پیشگیری کردگی هستند، لیکن دشواری‌های زیاد رو نیز در پی دارد. همگی با اینترنت دسترسی دارند، خاصتا دانشجویان، اونایی که در مکتب تحصیل میکنند و از جانب معلمان کارهای کورسی، کارهای مثلا هر روزه سپارش داده می شود و بیشتر دانشجویان امروز تحقیقات هم نشان دادن که هنگامی آماده کردن کار کورسی، کار دیپلمی، عموما کارهای علمی خردی که آنها اجرا میکنند از اینترنت استفاده میبرند. در اینترنت نیز مثلا کارهای دیپلمی تیار، کارهای کورسی تیار زیاد است و الکی برای فکر کردن، برای تحقیق کردن، برای نگاه هیچ چیز نمیموند. آنها الکی چیز تیار رو میارن به استادان میسپارند. آیا همین کاری آنها از جانب استادان تفتیش کرده میشود؟ در ذهن من همیشه یک بیت صاحب تبریزی پیدا شد که میگوید به موی میتوان صد کوه را برداشتن صاحب، ز دل تا بر زبان یک نکته سنجیده می آید. طور اینجا قید شد حقوق مؤلفی پیش از همه محصول ذهن انسان است و همین ز دل تا بر زبان یک نکته سنجیده آمدن ماهیت حقوق مؤلف را افاده می کند. وقتی که ما درباره مفهوم حقوق مؤلف صحبت می کنیم، من فکر می کنم پیش از همه انسانیت ما باید در مد نظر باشد.
он гунае ки шогирдон дар фазои маҷозӣ ҳастанду аз интернет бохабар ҳастанду аз мавҷуд будани он мавод хабар доранд, ҳамон гуна устодонам воқифанд, медонанд, хабар доранд. барои ҳамин агар мушаххасан ба савол посух гӯем, устодонам аз мавҷуд будани ин гуна мавод хабардор ҳастанд ва эҳсос мекунанд ки он мавод вақте шумо мепурсед ки тафтиш мешавад ё не, албатта тафтиш мешавад. дар фарҳанги илмии мо мегӯем як мафҳуми бисёр хуб аст, иқтибосоварӣ. ҳеҷ кас барои иқтибос моро гунаҳгор намекунад. ин ҳуқуқи мо аст. агар донишҷӯ барои навиштани реферат, кори курсӣ ва кори хат мегӯем, рисолаи хат кӯшиш мекунад ва бояд ҳамин корҳоро анҷом диҳад, ин аллакай қадам гузоштан ба роҳи илм аст, қадамҳои ибтидоӣ дар роҳи илм аст. ва вақте қадамҳои нахустин гузошта мешавад, аллакай қонуну қоида ҳамон аст ки то зинаҳои болоӣ ҳаст. яъне ки ҳамон фарҳанги иқтибосоварӣ агар риоя бошад, риоя шавад, ҳеҷ гап нест. аммо вақте ки маводи каси дигарро дидаву дониста аз номи худ меорад донишҷӯ, албатта ки муаллим инро эҳсос мекунад ва аз ин падидаи нанговар ё ин зуҳурот пешгирӣ мекунад. шумо дар сомонаи радиои тоҷикистон фаъолият мекунед. радиои тоҷикистон хеле бойгонии қавӣ дорад, вале имрӯз мебинем ки бойгонии радиои тоҷикистон дар интернет паҳн аст. шояд ки масалан онҳое ки онро паҳн мекунанд ҳуқуқи муаллифӣ надоранд. мо то ҳадде талош мекунем ҳуқуқи муаллифӣ аз ҷониби мо дар интернет риоя шавад. то имрӯз дар ин нисбат мо ҳеҷ гуна шикояте нисбати худ надоштем. аммо мо шикоят дорем дар чанд маврид, аз ҷумла аз ҳамон хазинаи бои радио ки аз соли 48 аз соли 41 ба ин тараф маҳфуз мондааст ва як ганҷинаи бисёр нодири адабию фарҳангӣ аст ва он ҳар боре ки ба таври такрор дар радио садо медиҳад, мо мушоҳида мекунем ки аз ҷониби корбарони интернет, ҳатто шахсиятҳои маълум, бисёри онҳо номаълум ҳам ҳаст, он сабт мешавад ва ҳамин гуна дар ютуб гузошта мешавад. барои кам кардани ҳамин асардуздӣ аз хазинаи бои радио, мо ногузир шудем ки як саҳифаи махсусе дар ютуб боз кунем бо номи хазинаи тиллои радиои тоҷикистон, ки мо то ҳадди имкон он маводҳои маҳфузмонда дар бойгониро коркард кунем, ба шакли интернетӣ паҳн созем, ки ин бояд бигӯем ки хазина бисёр бой аст ва коркарди он ба 1 солу 2 солу 10 сол ҳатто имкон надорад, вале як талош ҳаст дар роҳи. хуб, ман вобаста ба ҳамин чиз шумо як суол ба коршиносон доштам. хуб, дар ҳолате ки ҳангоми пахши як навор ё ки як барнома дар телевизион як нафари дига онро масалан сабт мекунаду дар саҳифаи худ мегузорад, дар ин ҳолат чӣ гуна ҳуқуқҳои масалан телевизион, радио, онҳое ки муаллифи асосӣ ҳастанд бояд ҳифз шавад? албатта дар инҷа тибқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳуқуқи муаллиф, ҳуқуқи вобаста ба он, ин қисмат аллакай ба қисмати ҳуқуқи пахши кабелӣ ё пахши эфирӣ яъне ки дохил мешавад. ва дар ҳолате ки албатта ҳамон гӯем ки радио бошад, шабакаи телевизионӣ бошад ё худ сомона бошад ё дигар умуман сарчашмаи дигари иттилоот паҳнкунанда бошад, дар ҳамин ҷа тибқи қонуни зикр гардида агар ҳуқуқҳояш пайдо шуда бошанд, албатта ҳуқуқ дорад ки ба мақомотҳои дахлдор яъне ки муроҷиат кунад то ки ҳуқуқҳояш ҳимоя карда шаванд. ва воқеан ҳам хуб мебуд ки нисбати ҳамин эҷодкунандагон ё ки нафароне ки заҳмат мекашанд, натиҷаи зеҳнӣ меофаранд, эҳтиром гузошта шавад. аллакай дар кодекси маъмурӣ омадагӣ аст, масалан вобаста ба ҳуқуқи муаллифӣ бошад, дар убоб шӯъбаи мубориза бар зидди ҳуқуқҳои муаллифӣ, ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ аз соли 2006 амал мекунад. шумо пешниҳод мекунед аллакай ва ё тавассути мактубёне ки ва ширкатҳое ки дар инҷа филиал надошта бошанд ё ки намояндагӣ надошта бошанд, тариқи чӣ мекунанд, нота ё ки тариқи вазорати корҳои хориҷӣ муроҷиат мекунанд ки ҳамхел ҳуқуқи муаллифӣ вайрон шуда истодааст. мо чӣ кор кунем ки масалан контентҳои мо, шабакаҳои интернетии мо муаллифӣ бошад, чизҳое бошад ки фарҳанги мо, одатҳои мо, умуман миллати моро ба дурустӣ муаррифӣ созад?
خود اینترنت با مثل آینه هست. در جامعه چی روندی که در جریان است اینترنت انعکاس می‌دهد. اما وابسته به واکنش جامعه، برخوردهای قانونی و دیگر نمود واکنش‌هایی که دیده می‌شود، همون پدیده ها یا بنستی می‌روند یا اوج می‌گیرند. مثل همین استفاده اینترنت، فعالیت بلاگری در تاجیکستان من فکر میکنم در مرحله گذریش است. هر چیزی که نو به جامعه وارد می شود خواه نخواه برخوردهای خطاگونه هم صورت می گیرند در این مسئله. ما اگر به دقت خود همین فضای اینترنتی را مخصوصا در سمت فعالیت بلاگری را آموزیم، بهادهی کنیم، دیده می شود که همین گونه حالت هایی که ما پایمال کنی دغلانه احترام و اخلاق یا که قانون مشاهده کنیم همین رو به کمشوی دارد. این من فکر میکنم نتیجه اول برخورد جامعه هست، مخصوصا کاربران اینترنت. مرحله دوم این برخورد قانونی هست که ما نمونه‌های زیاد داریم که در این گونه در این زمینه چقدر پرونده های جنایتی باز شدن، چقدر نفران به جوابگری جنایتی جلب گردیدند. مثل همین تمایل های دیگری هم در مسئله حقوق های مؤلف در اینترنت مشاهده می شود که جامعه قدم به قدم به طرف تکمیل شدن نسبت به احترام حقوق مؤلفی می رود. همین یک نمونه را ذکر کردن می خواهم. همه ما و شما استفاده برنده مخصوصا فیسبوک هستیم. از نگاهی سطح استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی در فیسبوک افراد نسبتاً فرهنگی و آگاهی ما هستند. اکثر استفاده برندگان اینترنت مخصوصاً در فضای تاجیکی آگاه‌ترند نسبت به دیگر شبکه‌های اجتماعی. همین پدیده زیاد دیده می شود روز تا روز که یک نفر اگر یک نوشته یا یک شعر، یک رسم، هر چیزی که یک استفاده برنده میماند، استفاده برنده دیگر اگر اون بازرش میکند اشاره میکند که از صحیفه فلانی برگرفته شد. همین نمونه ها رو من مخصوصا در 6 ماه یا یک سال اخیر زیادتر میبینم و امید دارم که این زیاد و زیاد شده میرود. برای رفع کردن این امید، برای جاری کردن فرهنگی احترام حقوق مؤلف باید ما چی کارها رو براهمونیم که همین امید آهسته آهسته کم بشود و ما احترام حقوق مؤلف را آهسته آهسته از خود کنیم، بیاموزیم و با مؤلفان احترام بذاریم. تشکر زیاد. سوالی که براستی شاید من در درون قلب انتظارش بودم، میخواستم که همین سوال پیشنهاد شود. در نوبت اول با ذهن مردم تاجیکستان آهسته آهسته با همون سندها و برنامه‌های دولتی که گفتم قبول گردیده اند رسانیدن ماهیت مالکیت ذهنی، که مالکیت ذهنی چی است، کدام نمود ابیکت را در بر میگیرد، از یکدیگر چی فرق دارند، چی گونه حفظ حمایه کرده میشوند و خود این مالکیت ذهنی همچون نتیجه ذهنی انسان با جامعه چی منفعت دارد. اصلا نقطه های عموما مالکیت ذهنی گویم که قریب وجود ندارد که نتیجه فعالیت ذهنی یا که مالکیت ذهنی برای جامعه گویم که تاثیر منفی داشته باشد. بعضی حالت های هست، بعضی ابیکت هاش هست که لیکن طبق قانونگذاری اونها به قید گرفته نمیشن، مثلا پیشنهاد هایی که ضد منفعت های جمعیتی، پرینسیپ های انسان دوستی و اخلاقی هستند. لیکن در باقی حالت در نوبت اول یعنی که باید جامعه ما درباره مالکیت ذهنی معلومات داشته باشد. بله. ما دونیم مالکیت ذهنی چی است، کدام ابیکت رو در بر میگیرد و همین خب یادرس میشن مثالی که استاد آوردن وابسته به نوشته کردنی همون میگیم که اوچرگ یا که نتیجه های خرد حتی از دوران مکتب میانه تا دانشجویی و آوردن اقتباس نسبت مؤلف حقیقی، یعنی که رویا کردن حقوقی غیر اموالی مؤلفان. بینید که از همون زمینه الکی ما رعایت میکنیم همین چیزا، حقوقهای غیر اموالی مؤلفا رو رعایت میکنیم چون که روی خط ادبیات میبریم، اقتباس میبریم، لیکن نمیدونیم که با کدام مقصد ما همین کارو کردیم. ما نمیدونستیم که با کدام مقصد ما همین روی خط ادبیات آوردیم.
به همین خاطر تا چه درجه‌ای که جامعه ما درباره مالکیت ذهنی معلومات پیدا کند، مخصوصا در اینجا به خاطر آن مقامات موظفی که هستند از خود ساختار وزارت معارف علمی جمهوری تاجیکستان، دیگر نظام‌های تعلیمی، مقامات داخلدار از جمله وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، مؤسسه دولتی مرکز ملی پاتنت اطلاعاتی نزد وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان و با خاطر این نقش نهایت خوب مهم برآورد دارد گویم که وسایل اخباری عامه زیاد کردن مثلا برنامه‌های فهماندهی اویدی مالکیت ذهنی، مخصوصا آوردن مثال‌ها از نقش مالکیت ذهنی در پیشروی دولت‌های خارج. وقتی که پیش از همه برای گفتیم که همین و پیشگیری کرده شود اثردوزی و پایمال کردن حقوق مؤلفی، خیلی درست یکم مقامات‌های حفظ حقوق، وزارت‌ها و دوره‌های داخلدار، وزارت معارف مثلا گفتیم اگر سرچشمه میگیرد از همون مکتب و باغچه، مثلا گفتیم در خیتوی، در شویتساریا، در ژنو و شهر ژنو بسیار همین چیزا علاقه اساس مالکیت ذهنی از گویم اگر از همون باغچه سر میشه. در ما باشه چی؟ در ما فقط اساس‌های دولت و حقوق میخونن صنف 8 9 او صنف 8 فقط کسی اونجا حقوق گراجدنیش اساسا میخونه. وقتی که کورس‌های سوم چهارم شده در دانشگاه‌ها، نه دانشگاه ملی شهر من استاد کافدر حقوق گراجدنی هم کم در واجه چی علاقه کورس‌های بالایی میشن، بعد اینستیتوت حقوق گراجدنی پان میشه، نه که درس میگذارن. امروز ما آزمون‌های جمهوریوی داریم در سطح بسیار بلند برگزار میشوند، علاقه تجربه چند ساله دارند. من فقط به یک نکته اشاره میکنم که در همونجا داوران خوب هستند و خوب اشاره میشود وقتی که پیش از آن که مثلا اگر آزمون فروغ صوفی دانایی را در نظر داشته باشیم میپرسند که شعر کی است، بعد مثال در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من آهنگ کی است، شعر کی است، آهنگ کی است، بعد باید داند همین چی است، همین علاقه احترام است و اعتراف حقوق مؤلف است. ببینید حالت های هستند که بچه ها شعر رو از بر میکنند از کتاب، در صنف ابتدایی شروع می شود، بعد تا صنف بالایی شعر معقول می شود، پسندشان می آید، از بر میکنند میخوانند. در آزمون های سطح پایانی در نظر دارم، از تجربه میگویم وقتی میپرسید که شعر کی است نمیداند. انا برای همین هم طوری که شما گفتید من فقط گفتم تقویت دادن میخواهم که از زینه های ابتدایی همین حس احترام رو پروریدن لازم است. وقتی یک چیز به ما پسند می آید، پسندی خاطری ما می شود، ما می خونیم، برای ما معقول می شود، غذای معنوی می گیریم، اما باید دانیم که کی این رو برای ما، ما باید کوچکا و شبیه مؤلفش کی برای ما همین غذای معنوی رو می دهد. انا همین حس احترام آغاز می شود و من بعد تشکل می یابد. وقتی که وی به صنف بالایی میگذرد، الکی وقتی شعر رو میخواند حتما باید داند که از کی است، برای مثال گفته ایستادم. اما وقتی که دانشجو میشود الکی همین دایره وسیع‌تر فراختر می شود و من فکر میکنم که مهمتر از همه آن است که همین فرهنگ احترام از ابتدا تشکل یابد و همون قصه مشهور حافظ که هر نفر باید به قدر مهنت یک نفر دیگر برسد. اگر ما خود را احترام میکنیم، خود را قدر میکنیم و مهنت محصولی مهنت خود را عزیز میدانیم، باید دانیم که محصولی ذهن یک نفر دیگر هم برای او بسیار عزیز است و ما حقوقی دسترسی به آن را نداریم. یکی از مسائل این باید یکم زیاد کردن کارهای تبلیغاتی و تشویقاتی است، یعنی که این چنین در مکتب میانه، یعنی که در مکتب‌های میانه خوب میشد که اگر از این طلب‌ها واقف میشدند که مثلا چنین ما سندهای خوب داریم، یعنی که برای یعنی که ویران کردن حقوق مؤلفی جوابگری پیش نشده است. و این چنین یک میخواستم یک معلومات رو پیشنهاد نمایم که از جانب وزارت فرهنگ یک اقدام خوب و سریع‌وقته نیست، یعنی که برآمده شده است که ما میخواهیم در یعنی که یک مؤسسه مخصوص، یعنی مؤسسه دولتی اوید به حمایت حقوق مالی و حقوق وابسته به اون، یعنی که باید تاسیس تیم عین زمان پروسس، یعنی که حجت گذاری اون جریان دارد و ما باید داریم بعد از یعنی که قبول شدن، یعنی که و تاسیس قبول شدن حجت‌های داخدار و تاسیس دادن این مؤسسه در این سمت ما باید داریم که کارهای به نظر است حتما میرسه. بلند بردن برنامه ها، سطح آگاهی دهی و من از اون پیشنهاد طرفداری میکنم که حتی در مکتب میانه هم برای
آموختن پهلوهای حقوقی مثلا پهلوهای اخلاقی این مثلا عاقبت‌های اون با فرهنگ ما و با اومد با رشد جامعه از همون زینه‌های ابتدایی کارها انجام داده شود و ما باید فراموش نکنیم که وقتی که ما جامعه را به همین گونه به احترامی عادت میکنیم و برخورد ما با مسئله های حقوق مؤلفی یک برخورد جمعیتی میشد یا سنتی میشود یا که ما به پروایی میکنیم به اعتنایی میکنیم این برای آینده هم شخصیت هر انسان و هم آینده علم و دانش و فرهنگ جامعه تأثیر منفی زیاد خواهد داشت. تشکر که امروز به برنامه آمدید و فکر و نظری خود رو راجع به حقوق مؤلف برای بیننده ما پیشنهاد کردید. برنامه دور بود. دوستان عزیز، ما در این برنامه درباره حقوق مؤلف برای شما برنامه تهیه کردیم. هدف ما از پیشنهاد این گونه موضوع آن است که این گونه مسائل را به جامعه برسانیم و راه حل آن را دریابیم. اینجا برنامه به اتمام میرسد و شما روزگاری خوش و تن صحت تمنا داریم. خیر.